هنگامی که آنها دل خود را شاد می کردند، اینک مردم شهر شخصانی سفیل زده خانه را احاطه نموده در آن را سخت کوفتند و به آن پیرمرد صاحب خانه سخن رانده گفتند: آن مرد را که به خانه تو در آمده است بیرون آر تا که با او بخوابیم. و مرد صاحب خانه نزد آنها برآمده به آنها گفت: نه برادرانم، لطفاً بدکاری نکنید. مادامی که این مرد به خانه من در آمده است، این کار زشت را نکنید. اینک دختری باکیره من و سوریه او، من آنها را بیرون می آورم و شما به ناموس آنها تجاوز نمایید و هر آنچه در نظرتان پسند آید با آنها بکنید، ولی به این مرد این کار زشت را نکنید. ولیکن آن شخصان نخواستند سخن او را بشنوند و آن مرد سوریه خود را گرفته نزد آنها بیرون آورد و آنها با وی خوابیدند و تمام شب تا صبح اذیت دادند و برابر دمیدن سحر ورا واگذاشتند. و زنک صبح دم آمده نزد در آن مرد که آقایش در آنجا بود بیهوش شده افتاد و تا رفشن شدن روز در آنجا خوابید. بامدادان آقای وی برخاسته در خانه را باز کرد و بیرون آمد تا که برای خود روانه شود و اینک زنی سوریه او در دهن در خانه افتاده است و دستهایش بر آستانه بود. و او به وی گفت: برخیز تا که برویم. ولی کسی جواب نداد. پس ورا گرفته بر خر گذاشت و آن مرد برخاسته به مکان خود رفت. و هنگامی که به خانه خود رسید، کارد گرفت و سوریه خود را گرفته اندام بدن ورا به 12 قسم پاره کرد و آنها را به تمام حدود اسرائیل فرستاد. و هر که این را میدید میگفت: از روزی که بنی اسرائیل از زمین مصر برآمدند تا امروز چنین کار کرده و دیده نشده است. و این دقت دهید، مشورت نمایید و بگویید: